تولد و خانواده چالار ارطغرل. چالار در 5 نوامبر سال 1987 یا به عبارتی 14 آبان سال 1366 در ازمیر ترکیه به دنیا اومده و یه خواهر به اسم پینار داره که از خودش بزرگتره. پدر چالار مهندس زمین شناسی و مادرش هم دندون پزشکه. تحصیلات و ورود به عرصه بازیگری چالار ارطغرل. چالار یه پسر بچه باهوش اما فوق‌العاده شیطون بوده که با شوخی‌هاش باعث می‌شده همیشه معلما بهش تذکر بدن. اون در کودکی تمام وقتش رو یا مشغول دوچرخه سواری بوده یا توپ بازی توی کوچه و علاوه بر اون عاشق این بود که با اجراهای کوچیک اطرافیانش رو بخندونه و سرگرم کنه. اما چالار که هرگز به بازیگری فکر نمی‌کرد، بعد از تحصیل در دبیرستان برنوا با راهنمایی‌های خانواده خودش وارد دانشگاه کوچ شد و در نهایت در سال 2011 از رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه فارغ التحصیل شد. اما در طی دوران تحصیلش با وارد شدن به گروه تئاتر دانشگاه با تئاتر آشنا شد و در چندین تئاتر هم بازی کرد و بعد از اون دوره‌های آموزش بازیگری، متدهای بازیگری و بداهه‌گویی در کمدی رو در آکادمی‌های مختلف طی کرد و بازیگری تبدیل شد به حرفه اصلیش. چالار کار حرفه‌ای خودش رو در مقابل دوربین در سال 2012 با بازی در فیلم سینمایی کوه شروع کرد و بعد از اون در فیلم و سریالای زیادی بازی کرد که اکثراً هم موفق بودن. اون در سال 2017 با بازی در سریال فضیلت خانم و دختراش بود که به یه چهره شناخته شده تبدیل شد و در نهایت در سال 2019 با بازی در سریال عشق تجملاتی به اوج شهرت و محبوبیت خودش رسید تا جایی که در همون سال برای این سریال برنده جایزه بهترین بازیگر مرد کمدی رمانتیک در جشنواره پروانه طلایی شد. روابط عاشقانه چالار ارطغرل. چالار برای اولین بار عشق رو در سال 2015 در رابطه کوتاهی با دختری به اسم جانسو اونگل تجربه کرد. این دو در برنامه بوترز بنیم رقیب هم بودند. بعد از اون در سال 2017 و در طی فیلمبرداری سریال فضیلت خانم و دختراش بود که چالار عاشق دستیار صحنه و لباس اون سریال یعنی کایلا مانوکیان شد و از همون موقع رابطه عاشقانه اونا شروع شد و با وجود چند تایی قهر و آشتی همچنان ادامه داره. ویژگی‌های اخلاقی و ظاهری چالار ارطغرل. این بازیگر با چشمایی سبز و لبخندی شیرین یکی از محبوب ترین بازیگرای ترکیه است که توی ایران هم خیلی طرفدار داره. قد این بازیگر خوشتیپ تقریباً 188 سانتی متر و وزنش حدوداً 80 کیلوگرمه. درسته که چالار یه شخصیت صمیمی داره، اما در برخوردای اول کمی سرده چون نمیتونه به راحتی به کسی اعتماد کنه و اعتراف کرده که یه کمی هم حسوده. اون که خودشو فرد تنبلی میدونه عاشق راحتیه و واسه همینم عاشق پوشیدن تیشرت و شلوارک و صندله. اون لباسای اسپورت و غیر رسمی رو ترجیح میده و از پوشیدن جوراب و شلوار توی تابستون احساس خفگی میکنه، اما با همه این حرفا پیگیر مد و فشن هم هست. ثروت چالار ارطغرل. اتومبیل این بازیگر معروف بنزه و ارزش خالص دارایی‌های اون چیزی حدود 4 میلیون دلار تخمین زده شده. حقایق جالب و باحال در مورد چالار ارطغرل. شماره 1. طرفدارای چالار اونو شبیه به بازیگر معروف هالیوود جیک جیلنهال میدونن. شماره 2. چالار به شدت به چشم خوردن اعتقاد داره، واسه همینم هیچ وقت عکسی از خانواده‌اش و دوست دخترش توی اینستاگرامش به اشتراک نمیذاره. شماره 3. ظاهر یه زن چالار رو تحت تاثیر قرار میده، اما اعتماد به نفس، هوش و اجتماعی بودن یه زنه که اونو به خودش جذب میکنه. شماره 4. چالار در بین ورزش‌ها، موج سواری و بسکتبال رو به همه ترجیح میده، اما به شنا،
فوتبال، والیبال و تنیس هم علاقه داره. شماره 5. اون به زبان انگلیسی و آلمانی تسلط داره. شماره 6. این بازیگر به تنهایی علاقه داره. شماره 7. اون از بچگی عاشق بازی با لگو بوده و همچنان هم لگو یکی از سرگرمی‌های مورد علاقشه. شماره 8. چالار به حیوانات و طبیعت اهمیت زیادی میده. یکی از حامیان سرسخت حقوق حیواناته. شماره 9. اون 2 گربه و یه سگ داره. شماره 10. از سرگرمی‌های چالار میشه به عکاسی، سفر رفتن، گوش دادن به موسیقی، کتاب خوندن، آشپزی کردن و بازی‌های کامپیوتری اشاره کرد. شماره 11. چالار عاشق کلاه و ساعت مچیه. اون هر کلاهی میبینه اونو میخره تا جایی که دیگه نمیدونه اصلا چند تا کلاه داره. محبوبیت چالار آرتورول در شبکه‌های اجتماعی. چالار میگه اگه دست خودم بود تمام اکانتای شبکه‌های اجتماعیمو میبستم، اما به خاطر شغلم مجبورم توی چشم باشم. اون توی اینستاگرام چیزی حدود 3.2 میلیون نفر دنبال کننده داره. و در آخر فیلم‌ها و سریال‌های چالار آرتورول. سال 2012 فیلم سینمایی کوه. سال 2012 تا 2014 سریال به خاطر من ناراحت نشو. سال 2014 سریال کارانفیل سفید. سال 2014 سریال گردن خم شده ها. سال 2014 سریال سعید و شورا. سال 2014 سریال جزر و مد. سال 2015 فیلم سینمایی برایم قصه تعریف نکن. سال 2016 فیلم سینمایی کوه 2. سال 2017 فیلم سینمایی ما پیش شما برمیگردیم. سال 2017 تا 2018 سریال فضیلت خانم و دخترانش. سال 2018 فیلم سینمایی خانوادگی تعجب کردیم. سال 2018 فیلم سینمایی کنارم بمون. سال 2019 فیلم سینمایی عطر دخترم. سال 2019 تا 2020 سریال عشق تجملاتی. سال 2021 تا 2022 سریال تشکیلات. ممنون که تا آخر یه بیوگرافی دیگه همراه ما بودین. نظراتتون رو در مورد این بازیگر برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و یادتون نره که حتما کانال لنز رو دنبال کنین.